بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی. میگن یه روز ملا داشته میرفته شهر، میبینه که جلو در روزه خیلی شلوغه. آدمایی که داشتن میمدن میپرسه که چه خبره جلو در روزه؟ میگن که دارن خر میگیرن. ملام تا این میشنوت و پام زده فرار. در روزه بونا که اونجا وایساده بودن یفه میبینن یه نفر داره در میره، میندیزن از سر ردش میگیرنش. بهش میگن که چرا داری در میری؟ مولا میگه که آره شنیدم جلو در روزه دارن خر میگیرن، من به خاطر همین در رفتم. میگن تو که خر ندیری؟ میگه من خر ندیرم ولی اومد جلو دروازه من گرفتن. تا من بیام ثابت کنم من خر نیستم آدم هستم 70 من بارم کردن. مالچه خود با بندیزم تو درد سر، منو باز خاطر همین در رفت. خب عزیزان میدین مالچه اینو گفتم چند سال پیش شنیدم. اینجا دعوا شده بود با چاقو کشی. یکی رفته ده وسط اینا رو سوا کنه، اون یارو اومده بود چاقو بزنه به اون طرف مقابلش، چاقو فرو رفته بود تو قلب این بدبخت. والا آدم سرش درد نمیکنه ماچی دستمال به سر خوش بمنده. هر جا دارن دعوا میکنه، اگه دیدی دارن زبونی با هم دعوا میکنه خود آدم میره جداشون میکنه. اگه دیدی سنگ و چوب و چاقوه، آدم عقلش پارسنگ برداشته بره وسط دعوا. اون مش میزنه کتک میخوره، آدم یه طرف دعوا باشه یکی میزنی یکی میخوری، ولی وقتی میونجی گری کنی وسط دو نفر که با چوب و چماق و شمشیر افتادن به جون هم دیگه، هیچی دو طرف میخوری. به خاطر هم اینجور وقتا آدم بعد در بره وای نشسته ببینه چه خبره.